یعنی اونو میبینیم کنه برد دختر زیورات خرید، طلا خرید، کالا خرید، دیگه خرید، اونم خود از همون میکنه. ما خو نکردیم. طلاش چی خریده برش؟ برو خیر است دیگه، خب مسئول خود ما نیست دیگه. در خانه هستم. بازم میره مادر گفتی نمیره بی صحیح است. خب برو خوب کردی. میگه سر زنده باشه. میگم اینا اگه میمونه زیادم بیا گپ مادرم یک دو خودم میزنه. اگه خوب بخورن میگه پدر نالت چی یک نان کده بود، اگه چیز خراب هم بیتی و بعد پدرش نالت چندان نان نکده نه بود. انشالله هم قسم کردیم که میگه هم نام ما نرم نان هم میگه مثلا چی میگن ببیم نه نام ما بره نه نان ما. اینم ترا از ببیم یک ذریات بگیریم. دختر خانگی تا بعد نمیموندم در خانه پدر. نه خاله جان من دوشی کتاب تا بعد ما یکی از این دم اینجا شوی نکنم بازم کبرم. خو همو ترتیباتای شوی هم میگم. دیگه بعد از بخیر همی میگه دروازه قلا بسته میشه دان مردم نه. راست میگی جان مامان، من تا چی کنم؟ چاره ندارم. گفتمشانه اونم جواب قرار ششتن. خب خیر بر از او بد نیست بچم جان ماما. خب من میگم که اینال مرا بجات چالش داشت اونجا باش. میگه حداقل وقت دامادش نه ماما. رازی سکر منال صحیح نمیکنم. یک پیاله چای صحیح نمیکنم. راستیان امیتی پوپا نگذارم بچه پوپا نگذاری بز جور نه. این آیا که بشور چه قسم گیلاس مرداره میاری؟ باش کجا هستن فقط دروازه درک ندارم دروازه کوچه را باز مانده. تو داره چیزی چونه ببره؟ هیچ کدامشان نیستن. نه تو مشتاق بیرو برامون دروازه شونه باز مانده. چطور؟ باش که حالا هیچ کس نیست. خانه کس هست؟ هستین خانه هستین؟ میمان کار دارین؟ یکی صدا میکنه که هیچ کس نیست. برو بیادر جان برو. باش بیر خیلی باش من بوتا رو بکشم. یا الله خیر. بیا خور بیا. بیا سلام سلام علیکم بیادر. سلام علیکم. خوب است خیرتی انشالله. چی داره؟ آمدیم والا آفرین بیادر آفرین. این پدری تو بیمیره بی مابر کبرم خانه خور کرم خور بیخی در زندگی ندیدم دیگه پشت خدا دارم. آره جنجالا رو خبر شدی، او خانه رو خبر شدی که خانه تو شد با کوچکشی رو خبر شدی. گم بشت دیگه ده خیلی بفرمایید بیادر. سلام علیکم. سلام علیکم مادر. چشم آی روشن صد خوب است. خوب مادر. شکر فرزند. سلام علیکم. جانک جور که تو رسم عزیزی شکر صد خوب است. مردی چکرار خوب شده. یالا دیدی ما تو نگفتم کمی ببینم مادرم نگه که با تو چی. آقا مادر آمدم پیش دم جناب اوه یک دفعه آمدی. باز یک دفعه دیگه؟ دو دفعه آمدی. برای من خب میگه خب مادر که میگه میرم خبر میگیرم. شکر که میری خبر میگیرم. دما یک دفعه که خبر ما بگیره
خفه دست شور است. او ما در خبر نداری؟ نداره جنجالا را خانه را تا کردیم دیگه کردیم اون دستکا شکست کرده بوده بالا کنش تو شکست جنجالا کرد در اون تو گپا برمانده در جنجالای خانه خب پسان برآمد پیش از او در کجا کردیم رفت آمد کرد هر روز که زن گرفتی مرا فراموش کرد من خوشم شدم نه اندر نیستی نه ما در اندر نیستیم تا که دخترم زنده بود مادر بودم مادر جان بودم گفتم شم پروانه واره میگشتیم روز که دخترم گفتی اگان تا که مرد خلاص گو مرد دیگه گو دوشش شکست نه خدا نکنه ما در آن خوب معلوم نبود خانه بیادرت هستی تلفونه که تا هیچ نمیفهموندن نمیتا چی رقم است حالا ببین میگه زندگی دنیایی اینمی رقم است دیگه چطور میکنی؟ نه شرایط همو تا آمده شرایط همو تا آمده خود میره مادر دارو تو خود شکر گپای بیبیاجی خوشم میکنی گپا میزنه دیگه اما تیر و نه شکر خدا در خوش دیر نکنه شکر دوست دارم بیبیاجی من دوست دارم ولی گپ دیگه است که ترکوی یک در گرفتاری آمانه خبر خانه اولو را قبل باز زنم کردی دیگه باز دیگه در جان جان میگه بیبیاجی راست اینمی بچه را اینمی چه گرفته کرد بچه را اینمی چه تسلیم کرد میرم والا خور خود زنگ زد و گپ زد گفت دخترم مایده چه رقم همین پشت که در دولار مریض باشه که بچه چی کرد چی نکرد حسین گفتم شکر خودتان هست همه قلن یک زنگ خوشک خالی خودم نزد بر ما یا زن جان صد پیچم بر ما هم کرد یک زن یک یاد بود دخترها زیگانو میشه دنگ و دن کلمه دایره زدم با شکر داری شد دایره بیا میامد ما کت خوارم که قدم شونه نیکنم چون دختره ناوردی دختره تخم میاوردی باید میارمش دیگه با چی وقت میاری؟ دارسی من گفتمش ما هم گفتمش گفتم که چرا دخترها نبودی هوا سرمان دارن اونم دخترها یعنی هوا سرمان از ما که از ما هست نمیفهم کارم چرا کم آدم دارم بچه ماماش از برای خدا چی بگویم زنی مرجان یک گپ بر بزن میگه شوریده نمک نمونده شیرنی در پوره نمونده میر محبت در پدر و بچه و مادر و هیچ به انسان نمونده رو قوم خدا جای با دوست داریم بیبیاجی دوست داریم حالا قرار همی تو خیج گپ نزن حالی انگگه که نو پیدا کردی که ینگ ما فراموش دان شدیم نه خدا نکنه بعد پدر از یاسی میکنن آمد نیاستی نگه نهاوت جان نوازه نام خدا بیبیاجی جان چطور نام خدا نام خدا تر تازه شدی شکر زنده باش شیخ مدرسی سیر پا یا 50 پا خریدم شیشتم خودم دوختمش گفتم بیا گم استاد از خاطر مریضیش رفتم اونجا در خانه چیز زنیوار خود بود اونجا رفتم با خدا آوردم میآوردم یادت میاد امروز آرسیش یه خطه میارس که در موتر شیست مادم پایم در جایی که رفت افتیدم با خدا گفتم تو پرسان که باش که امیر چی نکردم آرس خدا گرم نه خدا همش که شوق خود خب باید با پرسانه تا آمدیم نه پرسان چقدر وقت بعد آمد؟ مرا که باز است شکر کجا هست کنه؟ چه رقم خدا جور کردی؟ چطور است لالا؟ خوشت آمد یا نه؟ فایسای میراث بیخی زدی کلش سعی که برند از برند میای ما مرا جور کردم چطور خوب میگه؟ چه جور کردی آره؟ آرسی آرزو خبر داری امروز؟ خب سعی سوره خب میفهم به اون خاطر آمدیم ولی یارو چه جور کردی؟ این از یک اندیوال میرفتم چطور است؟ خوب میگه؟ چاپیور چون سعی که چاپیاره چهارم اول هرچی جمپک دی خراب نشه یک تو پشت دپای تک می اکو سعی است بریم خیلی حالا بریم ولی کلان چرا خریدی؟ خب گفتم هم تو پوشم هم آقای ما او راستی آقای ما رو خدا ببخشه هم تو پوشیم برو بریم خوبش میگن یا نه مرا خوب میگن خوبش هستی بریم داتوی خودم میتونم پوشیده بودم این داتوی خیاش نه پس دور سرما پوشن نبودی نمیری؟ برو تو برو باش که با سمیرا رو گرفته آمدیم با جانی دانک داشو نپی که درس بمبارد میشه برم بمبارد تا خوش داری شکر داری تا بیبیا جان خدا را خواتین نکنه شکر که هستی
منتها چیز نمیشه ولی از قلب ما دور نیستی از یاد ما دور نیستی اما این ترکوی جنجالای زندگی گرفتاری دیگه زندگی دیگه زندگی سر با خدا یک شرایط آمده که از قصه کس خوش ما همیشه که قصه کنیم ما برم دیگه براتون چای بیارم چرا؟ چای اگه سکال بیار خلاص چای نیست گرمی سعی سعی برو ما بیارم از آمد هم نه چیزا آمد خود بیا جیشی دخترها رو میگفتی تو کجا آمد میکنی؟ در ساعتی خود هستن با خدا زیاد پشت دق شده بودم یکی را صحیح نمیافم بیایی جان غلط میشه از من پیش ناجور هستم یک بار که یک روز جور دار روز ناجور تو روز ارمان دادن من که من یک روز بخیزم من جا نکن صحیح سلامت باش درد نکن شخی عضلات گرفتیم دوای جاغل در خدا نکنه فرمال شخی عضلات خدا شفا بتید خدا شفا بتید خوارم راست میگه حالا این علاج بوده نمیفرق جایده خانه ما رو نمیفرسه ایوانه خب میبی که خانه پدریش و میره اونو جا رو بیاک دفعه گام دفعه یاده این اگر کوچه کار خود سمت پاکاری بیا کنن همه خورک نبه خورک از هم اولام دیوانگر بودی دیوانگر نبودم همین رو آگاه من کستم این همی یک کوچه که ببینم باز ببینم دیگه کوچه رقم از همون کوچه بازو کوچه را مانده در اون کوچه میرم همون خسی همون نفر که در رفته بود در جو چخیز نبود در دیوالش در پرچش بوده ای گفته نه خوردم من گفته دیوالش صدا کرد در جوانی هم چندان چیز نبود بیا بر تو ما بیا نه نمیشه خب سعیس دقیقاتم قصانی هم نفره کردیم به خدا حساب نمیده مریم جونم و رای ارزره میاری خوش که نرکی و دختر بیرونه که در آورد بچه زن ماما جان ها بچه امو طلا را توقع کده چوریو میگه بته هم سردردی پای دردی پیدا کردیم حالا من گفتمش بیبی جان گفتم سایکو دختر کار کردت ناوردی از اونجا من نمیامد من گفتم برو دخترها رو بیار که یک اصل راسی از دختر ما شما کنپی چی میکنیم نیم کنده شاتو تواره میشنیم خلاص جور نیاسلی دنگه داریم نیاسلی دنگه داریم نکرد دیگه گفتم ترکوی مکیم جور نبود چطور با نکرد خوارم دیگه نه با خوش شکر کم جور هستی چیز میزان پیدا کردی یا نه؟ آنا با خدا شیرنی سرت گشتن آنا با خدا خود گشت بیبیسی ده خب آرام باشی زنده باشی خوش باشی بیبی جان سلامت باشی من خدا در خانه تان که میایم هر دقیقه ببینم بر من رنج هستن من گفتم که میگشتم میشیشتم میخیست کنش بر من داغه دل است این دوتا نواسه جوان اگر تو اولاد بیت از من نواسه نگه از بادام کدم مغز بادام شیرین هستن راست میگم نگه این دخترم یادم میاید دلک مار وارد به خدا چیزی که میگی بیبی شیرین این همی جانم خوشم نمیه زن بیادر بود که نگفت این مقابلم که چی گاش که اگه پر میزدم برای در نمیره برای خود میگی که چرا نمی چرا توش نمی هیچی نمی سردرگم خانه و جای زن خود سردرگم مستی که یک که نو تکلیدی که دیگه او قرد زنوسو برو قرد زنوسو برو خبر شدم که صحبت کیاده صحبت این از بایده کدی زن بیادر خود خانه فلانی رفته گفته مالا دیگه گناهش میگه در صوب ملازانی در خرد دیغانی در پشتر بودانی خوشکو که نمیمانی همه شیرهای تا قربان به خدا زیاد زنده باشی بود شکر که جور هستی سعید سلامت شکر دادوان که جور شما خوشی مسد به خدا یکان دفعه لمت دل مار وارد تا امیده پشتتان شکر که هستی بیبی جان که نه
معامله نواسه تا بخیر دیدی شکر کنی آی نواسم اهمیتم نداد خیال مولی و زردک سرم ناورد نه ما گفتم در خرید خطمه را نبرد در برید خطمه را نبرد خب نمیتونی ببیا جان اگر زهیر هستی و ندون خاطر که نه لاش خدا کش کردم یا من شوقم بود تواسم بود درمانم بود که یک بچه نواسی دختری چکره نه آرسی میکنه دگه میکنه بازار شوق زوق میره دگه با پای میره بخرید که همه با فرق میره قربان چم میفهم مادرم تو با شوق چیزا را خب صحیح است دیگه دم خانه میمان است خیلی من میارم بچه صحیح است صحیح است نام خدا خوب مقبول شدی خدا از نظر بد نگاه که یک اسفند میبود ننید میامد اسفندت میکرد شمایت مقبول است همه جان آدم ها جان خوب مقبول شده نمیکه شده شمایت مقبول است ماشاءالله خوراکم چطور خوبی شده مادر گفت که میارم خب گفت رو من میارم بیا خیلی بیشی میادش فلورا سر را نمونده بچه میتو بودی برش بگیری بیری خدمن برداشتن دیگه آه ده بس مصرف قلب که برداشتن تو کجا بگیری حالا تو شله هستی نمی بیادرت که ایران بانی این بخوشت میگه 24 ساعت بشینه پولید حال بانش و میگه نفر آمد که میگه بیاید مردانه بشینه که وقت نکاسه تو شله نی بشیده پولید نی بشیده پولید کجا میدی بیادرم اصلا خیچم بیادی جان آمد که تو را ببینه به خاطر خودت اینجا چیش نگاه خب بیازم میره مردانه حال خود نی حال دیدی که خدا نفر دوست داره که میشینه دوست دارم که بشینیم کتید از دوستم داره بیاید در خانیم بشینه در جایم بشینه پیشم بیاید صدقه چمون خورم دیگه مردانه را دیگه قربان چم برو خوبشت که هم رفت که برای چه شد پدر رو بایدیون نفر آمد پشتش رفت در وقت نکاس خانه مردانه رفت خانه مردانه رفت که نکار بسته خب سعید خبیه زن ایوار جان در اینجا بیشین اتاق گرم است که مریض سن نکنن سعید ما تابع هم رستیم دیگه الهی گرم ندارم زن ایوار جان خانه خود در جای خود قربانت چشم برداشت کنم اتاق گرم است مریض نشید دارم ندارم یک دانه بی بیاجی دارم بی بیاجی مریض شما چی کنم جانم من جای بشین من میایم تیزی کردم مثلا کشتی مونده وای چه شد بیبی کدو چت کن کدو چت حیفم حالا خدا جان دیگه بی پرده نسازی خدا الو اطلاع دختر چه شد خدا جان اطلاع چه شد والله جان دیگه خدا جان بچه
من همه جا ماندم دیگه جای خونه ماندم. وای خدا یه دیگه قار غضب خدا رو چطور کنم یه حالت چی کنم. خدا جان ترای دختر چی شد؟ بعد همین پیشتی مانده برای من خدا دیگه جای نماندی. الله این چه شده برای خدا من چی کنم این روسیه گیری کجا برم این چی روسیه دو خدا جان یک کسی هم نامده به تلاره کی گرم. والله جان چی کنم خدا خدا چی کنم این شهر بنی مالا من جو به دختر داماد چی بتابه. وای الله جان تو بکنیم چی نتام نمه من اینان ماندم چی کنم ماما میمانم مالم گم میشه والله با خدا جان دیگه نفس مبرای خدا خداوند دردشان خوش داشت. میگه بخت ما داد تخت ما داد بخت خدا بگم خوشبخت بسازشان. خدا جان سر بلند بسازشان. کل جوانای ما و سرمان آرزو داره خداوند کل جوانا وطن ما را به سرمان آرزو داره. والله امید آرزو دینمی اول سرمان دختر بچه اینمی در کل دیگه و خدا دل ما مقالطی میشه که بخواه که ما بلیدم دختره کردیش و خلاص را بره پیویج جا زیاد جانجونا را بید زیاد را بید خزامت جانجو پای نبود کنش خوش کنی بخواه بارزوهای دل خاطر است. باش نبرم دیگه یک پتک ما گفتم که رسالی تا کار کنه اسکاو نبیدی فکر خراب شده فزن نبیه بخار کن موجوده فزن نبیه برد اسکاو تبیگی بیا تا جان بی خبر است یک گمس گول خداست خبر چطور یاد داشتی بی بچه در جوریان یک رقم داری هم میزدم که مردم درکل زیر دندان میمان خیلی کال پیل شده میالم جوان استی اما جان پیل نشدی بیزا صدگل منزی یک شم نشکشیده ماما بره میگم اما جان نام خدا خوب دایده میزن نه خدا زنده باشی تیار بری یاداره چطور نداره؟ دیگه کم تو بخواه جون خدا زاد میکشه گفته ایران تا میزنم مو صبر جان یکی دیمت نگذره من بذار خیران ما اما دمیان نشکر من سگی تو دارم میده نه کامل جون خدا زاد میام جا خیلی بر خودش میشه شور راست نگه دایده بزنه شوری بولو نقاسم زیاد نداری مریم؟ نه یکم تو شاید از امین یاد گرفته باشی. نه دختر از زمین مادر است دیگه خود یاد داشته باشه باید یاد داشته باشه یاد بگی بس این پریشان دایده رو نکن مثلا یاد بگیری یاد به دردت میخوره مادرت زنده باشه میخره برات بیازون خیلی ملالای 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 جان ملالای بیبی آجی هلو اینه چی کده بیبی آجی هلو بیاد که ملالای چی کده هلو چی میگی من چه ملالای بسم الله اینه خورده کدش یکی ملالای جان ملالای جان چرا هلو بگیرش هلو سکنیم چرا شده نه میفهمم مامالو که اینجا زوف کده تو کامل افتاده بود؟ نه چرا کم بود که خطا خود افتاد؟ استاد بوده؟ نه زوف بود یه جان نزده صداش کنم صداش چی نزدم میگه چه زبون دیونه گرده که چوشار نشده بابا. حالا تو اصلا موضوع را با کستان بود افتاد یا شده شیشته بود سر پیشتی بود صدا کنمش که من آنها جواب ندم تا چی کنم که کرد خیز فشارش بالا نرفته باشم ملالای بخیر ملالای جان نه بخیر صبر چیزی بیارم برای تیز شای زراو بیاره خدا جو زراو بیاره خدا چطور کنیم چرا یکی آدم بده شده که برای خدا چطور کنم مالده این روز البته از بطور دختره که خود هم نظرش آمده که دختره کشتوی میشه بیچاره یا مال داغ دیده و رنجی دی خدا سر خدا
باشه تا ملاله جان ملالای بخیر قفای دست شبش قفای پوشت شد الو خدا جون ملاله جان اینا بخیر خوراک بخیر چی شده جان بخیر چرا الو چرا در بدن شدم بیرون چی گپ شد الو پیشتی بند الو دختر ماما چطور کنیم اینا بدگیر کجا چه کنم خیلی حالتو بینم آن پشتتون خدا میکشید الان پس تو تو مال هستی ماده کدام روی سعی کنم به دختر سعی والا کنم خدا شورانه تو چه کنم خدا احتمال دخترم چجور من خانه رو که دوات کردم نمیام فکر چپ بزن کدام جایی نورداشته باشی کدام جایی نمانده باشی اکو دا قوطی چیزی نمونی اگر چیزا خب میبردی در قوطی اما داره میترقه بیا جی بیا جی پتاشی اینا دور اجار بگل چه شکر بالا میره خور جان صدقه جان نکن چی بود؟ چی تلاش جی کراش بود تلاش بود خدا بیا جی زمین کپید نوازی خود بخیزاتش بچه خبش کن پیسه پیدا کرده بود دلار خریده بود خدا چطور کنم من خیلی دختر داماد کدام روی سعی کنم خیر از بال خیر از بال خوشی دختر با حالت ندیدیم خوره خوشی دختر برم زده شد خدا من چه چرا کنم خدا خدا بیا بخیر مبارک باشه بچه تبریک باشه تبریک باشه زنده باشه خدا من قدم تو نیک نگهدار خیلی چیزا زحمت باشه خیلی عجب روان با پایان قدم شنیک نگهدار تبریک باشه سلامت بیش تبریک باشه خدا قدم شنیک تبریک باشه کل خیر زندگی خوب و خوش داشته باشم بریم خیلی داخل بریم بیا بچه بیا شکر که بخیر دور رسید دم بخیر که بسیار زحمت‌ها رو ببخشید نه چی زحمت باشیم بسیار جنجالا را دیدیم نه حالا بخیر مشکلات شروع میشه کمی عروسی کردی دیگه بخیر باش فایده پای خود جنجالکا باز دوای ما رفتیم پیسه رو دادی نه خرخد بیا تشویش نکن عرض خوب میشن چالش خانه رسیدیم آرام باشید دخترها فردین متوجه باش فردین هی سمیرا نمیفهم ما گفتم که تو اصلا کدام گپ دیگه است بانگیری کده میری حالا خب گفتم خود تو حوصله کن خوردادی ما خودم نمیگه اگر به دو سه دفعه تکرار کنم حالا خوردادی امیر کاتش گفته شو که اون میگیره نمیگیره اون قناعت میکنه نمیکنه من خو نیستم که ما برام پدر بگیرم تو دمی قوم مداخل نمیشدی اینا تو روزا ما خونه میدیدیم تو میریم جنجال سر میشینیم یا خودش از سینه بسیار قدم‌های دوست جان خود هستی موصله دعای تو را نداری با خدا کلش از قدمش شوی دوست دارم یا یعنی مریضی را از خاطر اینم شوی تو چیز کرد ما گفتم امیر دعوت نکن ناراض و شلب میگه مردم حالا در معالی کدام خمر طلا را گور کرده چی را گور کرده که دلش نارام است که این جای نمیگیره شه جای نمیتشه که خیر بگرده و دم یک ارقشتک نخشتک با نپاته برای خدا او زن در او حالت در شفاخانه افتادن این سوی دختر خبر ندارم خیلی من بگی که ما میخوام دیگه تو فقط دل خمون میکنه دیگه من یک کشه میشه دیگه خود خراجت داره بگم که ماما درد نمیکنه یک تا نمبر دیگه وضعیت نمیموندیم از این من خدا خبر که من امروز به چی وضعیت هستم دقیقا راحت با ما برو یک دقیقه میشه بگم راحت باشم چند رقم بگیم من فقط مردم نمیمونیم شما